برادران قندی من جماعت دهاتی به نام عزت‌الله حلیموف یکی از فرزندای فرزانه ملت که چقدر خدمت ها کردگی اویدی خلق کوهستان ما حاضر به اینجا سفر داریم. خدا خواهد با اونجا کپروکه با دیگه نوارها را سال نوار میکنیم به شما تقدیم میکنیم. زنده باشید برادران قندم. ما یک خاطره های دارم. اویدی من همی کپروک اویدی من ای کپروک تحقیقش هسته. اویدی با یک گلدرک بود اگر خطا نکنم سال 69 یا 70 بود وقتی که رحمتی اکرم عسکری آمد اونها همیشه خیش توارو باید فیراد کردن و ما همینجا میگذاشتیم میرفتیم. یاد دارم که کپروک نبود این کپروک نبود حتی یک گلدرک میگفتن در بالا گلدرک میشیشتیم میگذاشتیم. سالای 69 1969 سال بود. از اون سالا نگاه که توی سالا رو چقدر بهبودی شده چقدر بشده چقدر همین زحمت کشانی خلق کوهستان زحمت میکشیدن چقدر سال و یک کاری وزبینی بود یاده. من این کپروک یاد دارم. من این کپروک بود که کپروک هم که لرزونک بود. یک خاطره ها دارم وقتی که من شفیار هستم این خاطره های شفیارم گم میزنم. یک برادری ما همون پرای سوخوز کچکر بار میکنه چنان هم خطرناک بود که زن و فرزنداش ای ماشین میفروره به این کپروک میبیاره میمونه به این کپروک میگیره میمونه. وقتی که ماشین خطی زن و فرزند کاش نگاه میکنه وقتی که خدا رحمتی اکر فیضلی وقتی که از همون ماشین میبیاره یک بار تروسی همین کپروک کنده میشه و ماشین در پیشی چشمی زن و فرزنداش ماشین در همین دایره میروه. فقط از روی یادداشت‌ها از روی فرزندکاش میگن که ما فقط پدرمون همون شفیع رکعت فضلی را دیدیم که یک دستش هم که بالا برآمد او بعد همین تمام دیگه دنیا رو خیرباد گفت. برادران قندی من این کپروک نحس برطرف کرده شد. من کپروک یادی بلند هوا شدگی هممون میتونیم ماشینا خطی بزگریم شکرانه پیشروی دولت و شکرانه وطن کنیم. یاد دارم که من همین کوه همینجا وقتی که بارون میشه وقتی که سیل میبیاید همین کوه چند میخمه درون همین آب چند مدت مجرای همین آبم بند میکنه که همین آبی همین دایره سرخاب تا شهرها میبراید. زپرفکه بود کسی میدونه وجوده زپرفکه بود. زپرفکه همه به خاک یکسان میشود. همین که یادداشت‌های من هسته که در همین دوره‌های چی همین خیلی وای بود. حاضر شکرانه کنم که چقدر کپروک‌ها شده است چقدر راه‌ها شده است چقدر باشیده است. خب حاضر ما در اینجا میگذاریم با وطنی فرزندای برومند ملت یکی از فرزندها سیم‌الدین دادخدای سیم‌الدین یکی از پروفسورای شناخته تاجی خدا رحمت مغفرت کنه زادگاهش همینجاست. یکی از شاعرهای برومند خلق تاجی گلرخسار صفیه و در موبایل انمی کوها در موبایل سنگا بابای رسیده است. این دختره که حاضر تاجیکستان رو معرفی میکند شعر میگوید ما احسن به این مادر میکنیم. زادگاه او را حاضر ما خدا انشاءالله میزگریم یک دو نوارها میکنیم خدا انشاءالله با سمت شما رای میکنیم روان میکنیم نشان میکنیم. ما کدام آدم هایی که چقدر آدم های با آرومند و چقدر آدم هایی که دانشمند اهل کوهای بلند تاجیکستان سال آب و نان و نفس گرفتگی ما با اینها فخر میکنیم. حاضر خدا خواهد نوارهای ما در پیش شان و بهار خدا با سهم شما میرسونیم. زنده و سلامت باشید. سلام علیکم برادران قندم. حاضر یکی از استادان یکی از معلمای حاضر به نفقه در دهه یخچ و استاد مهربانی ما اکای قدرتالله نعیموف سخن میتیم که یگان سخن درباره من همین وطن درباره یخچ درباره جوانان یگان سخن کند. مرحمت استاد مهربان چی گفتنی داری اوید جوانان اوید وطن اوید پیشروی؟ اکنون مسئله شما گذاشته بسیار مسئله مهم و بعده مسئله روز است. یخچ تاریخ نهایت قدیمه دارد. موافق شنیدیم ما از روی گفته‌های بزرگان گذشته ما زیاده از 1400 سال تاریخ زنده دارد. ماشاءالله. نقل میکنن که همون قبیله ما
یک گروه از اشوب اسلام فرار کردگی از سمرقند بوستان به اینجا کوچ بستند. در راهی که حاضر به طرف پامیر شده می شود یک چی پون و یک چی سر قشلاق ها هستند. از این برمیاد که اینجاهای ما در اصل در قدیم در اسرای 6-7 ممکن چراگاه بوده است. با روایتی که شهر دربند موجود بوده است، در اونجا شهر زیبای اورای افته بوده است، شهر بوده است و مردم زندگی اصولا داشتند. بر حساب تاریخ این قشلاق تاریخ قدیم است و گفته مسافران گذشته ما مردم این محله ما که یخچ نام دارد، یک زمینی یخچال گفتنی که پایانش بسیار یخ میبسته است و همین خیلی نام گرفته بوده است. تاریخچه‌هایی که محله معرفی میکنن در همین عقیده هستند. از سمرقند بوستان با راه آذره پامیر اومدگی جا گرفته یک چی پون یک چی سر قشلاق‌ها هستند در ناحیه خوالینگ. از اونجا بعدتر به این طرف فرار کرده در هر جایی که آدم نبوده است در اون جا مکان گرفته و جای زیست قرار دادند. خدا نگهبان باشد. استاد محترم، اویده که از همین کوه مثال گذشته میره اون طرف سری خساره، اویده همین چی گفتنی است؟ یگم همین حقیقت دارد؟ همین کوهی که اوزیر در اروپای ما میستد کوه منار بلندی نام دارد و راهی مردم سری خسار شده بود و در سالهایی که ما نبودیم پیش از تولد ما مردم سری خسار همینجا اومد رفت داشتند. سرزمینی که ما حاضر اقامت داریم این سرزمین دشتش بسیار است، جای گندمزارش بسیار است، زمین کارمش بسیار است. بنابر همین مردم سری خسار بسیارش اومده در اینجا مردی کاری میکردن، برای اویله های خود رزق روزشون فراوان کردن میبردن و بعدتر از اونجا قبیله های مخصوص 3-4 قبیله که حاضر در این قشلاق اقامت دارن از همون جا هستن و مردمی کلوبی میگن، مردمی سری خسار میگن. اونها با مردم ما یک جا خشتبار شده، پیوند شده، یک جا کار زندگی میکنن و موفقیت و پیشروی محله یک جایی را تامین میکنن. خدا نگهبان باشد. استاد محترم، اویدی هانا همینجا اویدی وقتی که ما وارد شدیم اویدی در همینجا نایستندگی که انا سوخوزی مثال به نام عزتالله حیایوف اویدی همین فرزند برومند ملت تاجیک فرزندی که در همینجا تولد شده، اویدی چی سخن گفتنی هستید؟ این قشلاق که ما از قدیم اگر بگیم آدمای با نفوذ آدمای به نام راسش نهایت کلان بود. همین مزاری که در اروپای ما ایستاده است مزار حضرت سلطان نام دارد. همین حضرت سلطان در وقتی اومده در اینجا اقامت کرده است که این قشلاق الکه آباد بوده است. یک زمینه از همون قبیله ما درخواست کرده برای خود گرفته و پلیس جوگا شده و به مردم خدمت کرده و در اینجا خاک شده است و در اینجا مرقدش است. عزتالله حلیموف برادری من است. وی مکتب میانه را اعلی میخواند، اینستیتوتی خواجگی قشلاق را اعلی تمام کرد و تمام اون در کارهای سویتی و پارتیوی فعالیت کرد تا وظیفه کاتب یکمی کمیته مرکزی ولایتی ختلون کار کرد. و شخصی با نفوذی امیران حساب میشه، در آن هم او را به نکی اعتراف میکنند و او برای آبادانی و پیشرفت هم ناحیه و هم محل کارهای خیلی زیادی کرد. در ناحیه اشت ولایت خجانده کار کرد، در ولایت کلاب کار کرد، کاتب ابکام یکم ابکامی ولایت قرغنتیپه بود کار کرد. در ناحیه کویبش کاتب یکمی کمیته پارتیوی کار کرد. در هر جا که کار کرد با سربلندانه کار کرد تا با درجه دپوتات شورای عالی SSR نویل شد و در همه جا نامش بلند بود. همه خدمت‌های امیرا دولت به حساب گرفته، جماعت دیهاتی یخیوس پیشتر بود، وزیر به نام همون شخص هست که ما از این البته افتخار میکنیم. بله استاد محترم. چونین بچه های با نفوذ در قشلاق بسیار بود. دو عالم برجسته جمهوری داد خدا سمیدین و اکادمی فنهای تاجیکستان بود
در همه جا سخن میگو، در همه جا مقاله هاش و کتاب هاش است. شیوهشناس مشهوری ترکستان اسماعیل شمسلویف از این دیها بود. باز اسپیرانتور بچه ها خونده استودن. عالما هستند چندین نفر که در رونق رواج علمی حاضر زمان حصه گذارن و در پیشروی ترکستان عزیز البته در صف پیشی. بله استاد محترم، همینجا همه اویدی انا شاعری دوست داشته ما شاعره گلرخسار صفیه میگن همینجا زاده همینجا چی گفتنی هستی؟ گلرخسار صفیه و تولدش 17 دکبر سال 1947 با ما را جیان مونه دختری اپامونه. یک جای در اینترنت دولتی ناحیه کانسامالوباد حاضران نوراباد تحصیل میکردیم و 2 سال قطعا در یک خانه‌چه زندگی میکرد. بعد ختم مکتب میونه و با یونیورسیته دولتی وقت به نام لینین بود حاضر یونیورسیته دولتی ترکستان کادرهای خوب تیار میکند. همونجا رو تمام کرد سال 68. اول در گازت پیونیر ترکستان و اوستا به درجه شاعره خلقی ترکستان مشرف گشت. لوریت مکافات امید فقیه را مشرف گشت و یکی از شاعره های بزرگی دوران شوروی و دوران حاضر زمان به حساب میاد. تو دپوتاتی شورای عالی اساسی را آماده رسید. شورای خلقی ترکستان است. خدا نگهبان شما برادر استاد مهربان. حاضر که این مراسم دفن من برادر مقصود پیروف خطا نکنم. امید اویدی این فرزند برآمد خلق تاجیک چقدر خدمت ها زحمت ها کشیده بود. اویدی چی سخنی گفتنی هستی؟ مقصود پیروف با ما خیشی دارد. این یک شخصیتی است که شخصیتی نوتکرار است. تمام عمرش بعد آموزشگاه طبی ناحیه غرب در دهه هیچ جا نرفت. کار کرد با معلومات عالی گرفت. فاکولته زبان ادبیات تاجیک انستیتوت پداگوژی را انستیتوت آموزگاری را تمام کرد. نکی از همه بهتر خدمت به خلق رو اولاد دانسته و تمام عمر در کسبی همین تیپ کار کرد و خدمتی به تمام خرد کلانی همین همه جا رسیدگی های نامی در همه جا هست. در همه جا افتخار میکنن. سوهای تیپ خصوصا در همه جا نامی رو به نکی میگیرن یا دواری میکنن و امروز که روزی دفنش است از تمام گوشه و کنار ریسپوبلیکا رفیقا همکارانش اومدن. ما از این افتخار داریم که یک فرزندی برومند دیارمون خیلی زندگی همین است که اون چیزی که به دنیا میآید این رونده است. از این نامی نک در دیار در جمعیت به آیندگان میموند. فرزنداشان فرزندای خوب هستند. چند نفری باشن معلومات عالی دارن برای خلق وطن خدمتی بسازا کرده ایستادن. ما از این افتخار میکنیم. خدا این برادر ما را اکا توای مقصود را جوش جنت الفردوس گرداند. خدای مهربان روی هممون است که بعد سرمون باید گپ‌های نیک کارهای نیک بماند. نامی نیک ماند. استاد محترم یک ایجاد معرفی میکنند چشمه حضرت سلطان میگن. اوید چشمه حضرت سلطان اگه سخن میگفتید بعد به جوانو یک دعا میدادید. اگه حضرت سلطان چطوری که است نام شهر خیلی معرفی میکنن موافق عقیده و گفتار مستفیدایی که ما از اونها شنیده بودیم. این حاجی حسین نام داشته است. این در خلقیت به نام حضرت سلطان این لقب شاهی است. یعنی شاهی اولیاء. در همینجا مرکزش است. در همینجا خاک شدگی است. در همینجا زمین را درخواست کردگی با وقت توفیق کردن در همینجا زندگی کرده خاک شده است و از پایین همون مرکزش چشمه به نام حضرت سلطان عصرهای عصر خدمت کرده و حاضر هم خدمت کرده ایستاده است که ما از این افتخار داریم. گردی منزلگاه این شون مرقد گرفتگی است و مخلصان بسیاری آمده از اون دعا میگیرن فاتحه میگیرن و مراد حاصل میطلبن. ما از این افتخار داریم. اساسا دهه ما یک دهه است که گرد اطرافش همش بزرگانی علم و دین است و هر داخل شدن به دهه زمان در هر کجا مجبور میشه که با ارواح گذشتگان این دهه یک دعای خیر کنی. از این ما افتخار داریم. دهه خوب است. دهه نامدار است. اینجا آدمای خوبی با نفوذ در هر دور زمان بود حاضرم هست. ما از این افتخار مندیم. من تمام عمر معلم کار کردم. حاضر دور پیری میرونم. نه که از شاگردانم تمام عمر میندارم. هر کدومش آمده من با عیادت من میان
قطعی میشینن سوال و جواب میکنن حساب گذاری میکنن ما معلم خدمتگار خلق است حاضرم در خدمت خلق هستیم خدا نگهبان خدا نوری درازی با برکت تیاد مرا همچون انا بابای قند اویدی شبکه اجتماعی دارم که سرزنش یعنی برای جوانو بسیار سرزنش میکنم برای حرمت پدر و مادر و پیران و کلان سالا اویدیم جوانو یگام سخن بگید بعد بخواد دوام میکنیم جوانا حاضر زمان در رویه نو تربیت یافته استادن این یک دور گذریش است ما امید داریم که اینا را شخصان خوبی با نفوذی انشالله محل میشن ریسپوبلیکا میشن ناحیه میشن و نامبرداری ملت و دولت میشن امید داریم که اینا هیچ دور زمان دنیا با کاری دولت و خلق خیانت نمیکنن و برای آبادانی و پیشروی دولت امروزه ترکستان افتخارمندانه مهنت زندگی میکنن خدا نگهبان باشد استاد قندیمن ما حاضر در علم یخش در سنتر یخش در همین جهت نوار کردیم من یکی از استادان بهترین که در اینجا کار و فعالیت کرد که دوره پیری سنی سالش به 80 رسیده است چقدر سخنهای خوب گفت اویدی یخش اویدی مثال جوانا اویدی فرزندای فرزانه ملت خدا خواهد ان شاء الله ما ایران نوار به شما به سهم شما میرسونیم زنده و سربلند باشید با ما باشید با کانال بابی قندتون باشید